رکورد درآمد بازیگرای ترکیه در سال 2020 شکسته شد و دستمزدشون بیشتر شد. در حالی که تا همین سال گذشته بازیگرای درجه یک برای هر قسمت نهایتاً 40,000 لیر معادل $5,000 یا 130 میلیون تومان می‌گرفتن، ولی امسال با رشد مخاطبین سینما و تلویزیون ترکیه در سراسر جهان درآمد بازیگرا بالاتر رفته و رکورد سالهای گذشته رو زدن. شماره 12. نسلیان آتاگول. نسلیان خوش‌آتیه و پرطرفدار برای هر قسمت سریال دختر سفیر 65,000 لیر میگیره. این دستمزد از دستمزد هازالکایا، سرنای ساریکایا، نورگل شیرچای و دمت özdemir بالاتره. یعنی ماهانه 260,000 لیر به تومان حدود 860 میلیون. جالبه بدونید درآمد نسلیان حتی از هاندرچل برای سریال تو درم را بزن هم بیشتره. شماره 11. آراس بولود اینملی. آراس برای بازی در هر قسمت از سریال گودال 70,000 لیر میگیره که با احتساب اینکه گودال یکی از سریال‌های طولانی ترکیه است مبلغ هنگفتیه. 280,000 لیر یا به عبارتی 950 میلیون تومان در هر ماه، اونم برای پروژه گودال رقم خیلی بالاییه. شماره 10. چاغاتای اولسوی. چاغاتای برای بازی در سریال هاکان یا محافظ 75,000 لیر که میشه ماهانه 300,000 لیر دریافت کرد. این رقم تا چند سال پیش برای چاغاتای یه آرزو حساب میشد، اما اونقدر توجه ها رو به خودش جلب کرد که بهش رسید. شماره 9. برگزار کورل. باورتون میشه برگزار که خیلی کم بازی شده برای بازی در سریال وطنم تویی اینقدر درآمد داشته باشه؟ برای هر قسمت 80,000 لیر، یعنی ماهانه حدود 320,000 لیر، با یه حساب سرانگشتی حدود 1,050 میلیون تومان میشه. شماره 8. انگین آکیورک. انگین یه خیز بلند برداشت و برای بازی در هر قسمت از سریال دختر سفیر 85,000 لیر دریافت کرد که با درآمد ماهانه بیش از 400,000 لیر یه رکورد جدید برای خودش ثبت کرد، یعنی حدود 1,316 میلیون تومان برای هر ماه. شماره 7. انگین آلتان دوزیاتان. برای هر قسمت از سریال قیام ارطغرل 110,000 لیر و به عبارتی 440,000 لیر ماهانه دریافت میکنه. درآمدی که از خیلی از بازیگرای معروف ترکیه بیشتره، هرچند انگین واقعا توی کارش مهارت داره. شماره 6. توبا بویکوستون. توبا برای هر قسمت از آخرین پروژهش 120,000 لیر گرفت. توبا که یکی از زیباترین بازیگرای زن ترکیه است، معمولا رقم دستمزدش بین بازیگرای زن ترکیه اگه اول نباشه قطعاً دوم یا سومه. دستمزد ماهانه توبا 480,000 لیر میشه که معادل 1.5 میلیارد در ماهه. قبل از دیدن ادامه ویدیو حتما همین حالا توی کانال عضو شو تا هر هفته چند تا ویدیوی شگفت‌انگیز راجع به حواشی سینما و تلویزیون ترکیه ببینید. شماره 5. کیواش تاتلیتوق. کیواش برای هر قسمت سریال تصادف 150,000 لیر دستمزد گرفت. کیواش قبل از این هم جزو گرونترین بازیگرای ترکیه بوده و همیشه توی رده‌بندی 10 تای اول سر و کلش پیدا میشه. اون در ماه 600,000 لیر میگیره که معادل 2 میلیارد تومنه. شماره 4. هالیت ارگنج. هالیت هم مثل همسرش برگزار امسال دستمزد خیلی بالایی گرفته. اون برای هر قسمت سریال وطنم تویی 160,000 لیر گرفت. دقیقاً 2 برابر دستمزد برگزار توی همین سریال. و این دستمزد برای هر ماه 640,000 لیر معادل 2 میلیارد تومان میشه.
حالی تا همسرش با همدیگه دارن یه دستمزد فوق‌العاده میگیرن و یه جورایی پردرآمدترین زوج هنری سینما و تلویزیون ترکیه حساب میشن. شماره 3 برنساد. برن همیشه بالاترین دستمزد رو بین زنان بازیگر ترکیه داره. اون برای مینی سریال عطیه برای هر قسمت 200,000 لیر گرفت و یه جورایی رکورد شکوند. درآمد ماهانه برن برای بازی در عطیه حدود 800,000 لیر معادل 2.5 میلیارد تومنه. حتی درآمد برن از خیلی از مردای بازیگر ترکیه هم بیشتره. شماره 2 بوراک اوزچیویت. بوراک برای بازی در سریال عثمان رقم نجومی 200,000 لیر رو توی قراردادش امضا کرد. البته خب میشه گفت این مبلغ با این گریم سنگین و با توجه به اینکه بوراک برای بازی در این نقش مجبور بوده مهارت‌های زیادی رو یاد بگیره، رقم منطقی به نظر میرسه. به هر حال بوراک ماهانه حدود 800,000 لیر که تقریباً 2.5 میلیارد تومانه دریافت میکنه. شماره 1 کنان میرزالیوغلو. فکرشو بکنید کنان برای مجریگری هر قسمت از مسابقه چه کسی میخواد میلیونر بشه 250,000 لیر دریافت کرده. کنان ماهانه 1 میلیون لیر حدود 3 میلیارد و نیم درآمد داره. جالبه بدونید کنان همیشه از رکورددارای دستمزد بین بازیگرای ترکیه است. اون برای سریال کارادایی با دریافت 4 میلیون لیر تا سالها بیشترین دستمزد سینما و تلویزیون رو دریافت کرده بود. خب لرزیای عزیز، نظرتون در مورد این درآمدها چیه؟ به نظرتون حق کی بود که توی این لیست در صدر قرار بگیره؟ حتما ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برای ما به اشتراک بذارید.